دمدم سحری که ساعت 4 آقا ابراهیم میاد اینجا دمدم سحری میزنه که مردم بیدار بشن برای سحری و به حساب خاطر سحری بخورن این چیزا. این دمدم سحری از زمانی که ما بچه بودیم و جلوتر از رسم بوده تو بوشهر میزدن و یه آهنگایی هم میخوندن که حالا آهنگا ما به صورت تو خاطرمون نیست. به ساعت 3:30 بلند میشن که ساعت 5 از اون باشه، یه ساعت و نیم جلو از اون مرتب میان میزنن و در خونه هم در میزدن زمان اول که مردم بیدار شن برای سحری خوردن. این دیگه از قدیم رسم بود، همینطور مردم منتظر این دمدم سحری هم بودن. زمانی که ما رمضان تشکیل شده و خدا آفریدش، این دمدم سحری برای اینکه مردم اون موقع ساعتی وجود نداشت که ساعتی که زنگ میزده و کار بکنه، به خاطر همین یه اشخاص به خاطر خدا و رسول خدا بلند میشدن ساعت 2:30 بعد شب شروع میکردن به دمام زدن که معروف به دمدم سحری و مردم بلند میشدن برای سحری خوراک درست کنن. خوراکی درست میکردن، بعد اینا میرفتن دیگه همینطور کوچه ها به در خونه ها هم در میزدن هم دمام میزدن. این معروف شد دیگه. دم سحری میام مردم بیدار میکنن که بلندشن برای سحری. دمدم سحری زمان قدیم بوده، از زمان قدیم تا حالا. اینا که میزنن موقع ساعت 2 بلند میشن که میان میزنن، اینه که خواب نرن برای سحر خوردنشون. این زمان قدیم تا حالا اینطوری هست. من زمان قدیم که نه برق بود نه وسیله بود نه چیزی بود، دمدم سحری کسی به نام دمدم سحری دمامی دست میگرفت توش محل به محل میگشت و با چوب میزد روش که صدا بده مردم از خواب بلند کنن برای سحری، برای روزه گرفتن. عرض کنم خدمت شما زمانهای قدیم با بزرگها می آمدن سحر در خونه ها دعا می خوندن و صدا می زدن و که مردم بلند بشن و چیز بکنن، سحری درست کنن و برای سحریشون. وقت آقای دمدم سحری یا آیه داشته می خونده، الان بنده آیه کو نمیدونم چیه، مال خود بچه محله کوتیا هست. می آمده در خونه ها بزرگا قدیمیا اینها بلند میکردن میخوندن، دم خونه ها در میزدن، اونها بلند میشدن به خاطر سحری پختن و سحری بخورن تا زمانی که آبست تریاک میگفتن، یا به معنی که دیگه بند خوراک خوردن و همه چی بند میشد. امسال او به او صورت نیست که بخوان بکنن. بچه ها هر کی گرفتار کار خودشن و اینها و مسجد نو. یا للدان یا للدان یا للدان علیکم السلام یا شهر رمضان. بعد میخونن یا خدایا تو ستاری، همه خوابن تو بیداری. همینطور میخونن و میزنن، تمام کوچه ها میگردن، مردم بیدار میکنن برای سحری. از جوونا
میان مزاحم میشن میگن چرا میزنین اینا؟ به خاطر این حالا یا ایمانشون یا این سی دی و فیلم ها و دوربین که اومده قبول ندارن، میگن نزنین. ولی بازم یه عده هستن که میان تو کوچه شب میزنن و روز عید هم یه صندوق میسازن با یه پرچم سبز، میان مردم پول بهشون میدن. میگفتن خداوندا تو ستاری، همه خوابن تو بیداری. با شعرهای دیگه خودشون دنبالش میگرفتن، همجور میگفتن و تو کوچه میگشتن یا الله یا رحمان یا رحمان یا الله، همجور میگفتن، ادامه میدادن میرفتن. تو ستاری همه خوابن تو بیداری، السلام یا شهر رمضان، السلام یا شهر رمضان، خداوندا تو ستاری همه خوابن تو بیداری، زمان قدیم چون برق و وسیله و رادیو و ساعتش زنگدار اینا نبوده، به این وسیله مردم بیدار میکردن که مردم بلندشن برای سحری خوردن. شبه آخرش یعنی دیگه ماه مبارکی بوده، ماه پر خیره به که تو مردم عبادت میکردن. حالا دیگه الوداع میتونه و یعنی بره انشالله تو سال دیگه برگرده و الوداع گفتنش برای اینه که شبه آخرش میگن. الوداع یه خودش یه آداب رسوم بود که چون که آخری ماه مبارک رمضان میشد و این روزدارا میبلند شدن عبادت میکردن، دیگه الوداع میکردن که زنده باشن تا سال دیگه. مثلا امسال گذشت تا سال دیگه. اونم روز عید فطر میاد در خونه ها در میزنه و هر کس به قدر قدرتش یه چیزی بهش میداده به عنوان عیدی. روز عیدم که میام در خونه، هر کی خود قواش 5 تومن 10 تومن 1 تومن هر چی میخواد بده بهش میده. روز عیدم اینا دمامشون پولشون در خونه ها میان دمام میزنن و از خونه ها به خاطر اجر و پاداشی که اینا داشتن، اونا همسایه هم و خانواده هم همه به اینا کمکی میکنن در قبال درخور وجود خودشون. می‌بینی چه دارن چه ندارن، چه میکنن چه نمیکنن. یکی کسی مثلا 1000 تومن میده، یکی کسی 100 تومن میده، یکی کسی 200 تومن میده. دمدم سحری تا روز تا صبح شب آخر ماه رمضان دمدم سحری میزنن، بعدم صبح عید بلند میشن در خونه از همون محلی که شروع میکردن میگیرن تا آخر 4 محل یا 3 محل یا قسمت پول جمع میکردن برای خودشون، برای معاش روزگارشون.